سلام به همه دوستان پرانرژی. امروز میخوام باهاتون درباره چیزی صحبت کنم که شاید ساده به نظر بیاد، اما میتونه کل زندگیتون رو تغییر بده. یه جمله هست که میگه گاهی فقط یک تصمیم، یک حرکت یا یک تعبیر کوچیک کافیه تا همه نگاه‌ها به سمتت عوض بشه. حالا سوال من از تو اینه: تا حالا حس کنی هر چی زحمت میکشی، هر چی تلاش میکنی، باز هم اون احترامی که لیاقتش رو داری از مردم نمیگیری؟ ببینی آدمایی خیلی کمتر از تو، خیلی سطحی تر از تو به بقیه میگیرند و بیشتر اهمیت میدند. حس کردی یه چیزی کمه؟ این ویدیو قرار راز همون چیزی باشه که کم داری و قول میدم اگر فقط یک بار این کار رو انجام بدی، دیگه هیچ وقت مثل قبل نخواهی بود، چون مردم مجبورن بهت احترام بذارن حتی اگه نخوای. حالا بگذار یه داستان برات تعریف کنم. یه کارگر ساده بود، توی یه کارخونه کار میکرد، مثل خیلی از ماها. صبح زود میرفت سر کار، شب برمیگشت خونه، خسته، بی‌حوصله و پر از غر زدن. هر روز همون کار تکراری، کسی که تحویلش نمیگرفت، کسی که براش قائل نبود. حتی تو جمع فامیل هم یه آدم معمولی حساب میشد. اما یه روز تصمیم گرفت فقط یه تغییر کوچیک بده. گفت من از فردا دیگه غر نمیزنم، من از فردا دیگه شکایت نمی کنم، من فقط میخوام بهترین نسخه خودم رو نشون بدم. میدونی چی شد؟ تو همون کارخونه، تو همون محیط خسته کننده، کم کم بقیه شروع کردن نگاهشون بهش تغییر کردن. چون اون کسی بود که دیگه غر نمیزد، دیگه منفی حرف نمیزد، فقط کارشو درست میکرد. مدیرها دیدن، همکارها دیدن، حتی توی جمع خانوادگی هم به چشم یه آدم متفاوت بهش نگاه میکردن. همین یه تغییر باعث شد احترام بگیره. نه پولش بیشتر شد، نه شغلش عوض شد، فقط خودش عوض شد. حالا اینجاست که میخوام بهت بگم آن یک کار که باعث میشد همه بهت احترام بگذارند خیلی پیچیده نیست. گاهی فقط باید یه تصمیم بگیری که دیگه مثل قبل نباشی. تو این ویدیو با هم میریم که چی کار باید بکنی. من میخوام قدم به قدم برات باز کنم چرا مردم به تو احترام میذارن و به اون یکی نه، و تو چطور میتونی وارد اون دسته اول بشی. اگر واقعا دنبال تغییری، اگر خسته شدی از اینکه جدی گرفته نشی، تا آخر این ویدیو بمون، چون اینجا فقط یه نصیحت ساده نیست. این یک نقشه راه برای اینکه زندگی و جایگاهت عوض شود. راستی قبل از اینکه ادامه بدم، اگر میخوای همیشه جزو کسایی باشی که دیده میشن و احترام میگیرن، همین الان این ویدیو رو لایک کن. خب تا اینجا گفتم که گاهی فقط یه تغییر کوچیک میتونه باعث بشه همه نگاه‌ها به سمتت عوض بشه. حالا بیایم رو راست باشیم. چرا خیلی وقتها مردم بهت احترام نمیذارن؟ اول از همه باید یه حقیقت تلخ رو بگم. مردم به کسی احترام نمیذارن که خودش برای خودش ارزشی قائل نیست. آره این درد داره، اما مطمئنه اگر تو جلوی خودت کوچیک باشی، اگر خودتو دست کم بگیری، اگر مدام خودتو مقایسه کنی با بقیه و حس کنی کمتر از اونا هستی، مردم ناخودآگاه همون تصویری که از خودت ساختن رو بهت برمیگردونن. بگذار با یه مثال روشنش کنم. کد کن 2 نفر وارد یه اتاق میشن. اولی خمیده راه میره، با صدای ضعیف میزنه، مدام میگه ببخشید و شرمنده. دومی صاف میایسته، واضح حرف میزنه، لبخند داره، نگاهش مطمئن است. به نظرت کدوم یکی از احترام میگیره؟ حتی بدون اینکه چیزی بگن، ناخودآگاه ما به آدم دوم احترام میذاریم. پس اون یک کار از همینجا شروع میشه. باید برای خودت ارزش قائل بشی و اینو به دنیا نشون بدی. حالا میپرسی چطوری؟ اینجا اصل طلایی هست که اگه یک بار تو زندگیت جدی بگیری و بدی انجام بدی، مردم فقط باید بهت احترام بذارن. مرز داشتن، boundaries، هر جا لازم شد بگو نه. کسی که همیشه همه چیزو قبول میکنه، کسی که هیچ وقت حد و مرزی نداره، خیلی زود به یه آدم ضعیف میبینه. فقط یک بار قاطعانه نبگو، میبینی نگاه ها چطور عوض میشه. سکوت قدرتمند. وقتا نیازی نیست جواب هر بی احترامی رو بدی. وقتی کسی میبینه تو به جای دعوا با سکوت و نگاه محکم جواب میدی، خیلی زود متوجه میشه که نمیتونه
باهات هر جوری رفتار کنه. زندگی و رشد. آدمایی که همیشه در حال دیدن و پیشرفت هستن خود به خود احترام میگیرن. چون بقیه میبینن این آدم نمیشه. فقط یک بار نشون بده که اهل رشد و هستی. بعد همه باید بهت نگاه کنن. عملگرایی به جای حرف زدن. همه بلدن حرف بزنن. اما اون کسی که میگیره که عمل کنه. یک بار نشون بده که به جای وعده عمل میدی. همین یک بار کافیه تا نگاه ها عوض بشه. اینجا میخوام یه نکته روانشناسی بگم. احترام گرفتن یک حس درونی نیست که منتظر باشی دیگران بهت. احترام گرفتن یک سیگنال بیرونی هست. یعنی باید با رفتار، زبان بدن، کلمات و عملها این پیام رو به دنیا بدی که من ارزشمندم، من مرز دارم، من روی خودم کار کردم. وقتی این پیام رو به دنیا میدی، حتی دشمنها هم نباید بهت احترام بگذارن. بذار یه داستان دیگه بگم. توماس ادیسون رو همه میشناسیم. بارها و بارها شکست خورد. خیلی ها مسخره کردن. اما یه بار تصمیم گرفت که تسلیم نشه. اون یک بار باعث شد لامپ اختراع بشه و اسمش برای همیشه تو تاریخ بمونه. مردم بهش احترام بگذارن، نه به خاطر حرفاش، بلکه به خاطر اون عمل و ایستادگی. احترام از خودت شروع میشه. فقط یک بار باید قاطع باشی. فقط یک بار باید مرزتو نشون بدی. فقط یک بار باید نشون بدی که عملگرا هستی. همین بار مثل دومینو بقیه رو پشت سرش میاره. بعد از اون دیگه همه باید تو رو جدی بگیرن. دوست خوبم، اگر تا اینجا با منی، یعنی واقعاً دنبال تغییر و احترام گرفتن هستی. پس همین الان بنویس تو کامنت، من از همین امروز شروع میکنم. این کار کوچیک جلوی بقیه باعث میشه جدی‌تر عمل کنی. خب تا اینجا فهمیدیم احترام گرفتن جادو نیست، شانسی هم نیست. دیدیم که چرا پیشا هیچ وقت جدی گرفته نمیشن و چرا حتی بدون پول و مقام احترام بقیه رو دارن. رازش همون یک بار بود. فقط یک بار تصمیم بگیریم متفاوت باشی. اما اینجا یه نکته خیلی مهمه. این یک بار فقط شروعشه. بعدش باید یاد بگیری این تغییر رو ادامه بدی تا تبدیل بشه به سبک زندگیت. چطور اون یک بار رو به سبک زندگی تبدیل کنی؟ ثبات، consistency. وقتی فقط یک بار مرز گذاشتی و دیدی جواب داد، دفعه‌های بعد راحت تره. هر بار که ادامه بدی احساس تر میشه. پیشرفت روزانه. احترام به آدمایی داده میشه که همیشه در حال رشد هستن. لازم نیست کوه جابجا کنی. فقط هر روز کمی بهتر از دیروز باش. صداقت و عمل به قول. دنیا پر از آدماییه که فقط حرف میزنن. تو جزو اون دسته نباش. هر قولی دادی انجامش بده. حتی اگه کوچیک باشه. همین صداقت کوچیک کوه احترام میسازه. شکست از شکست‌ها. شکست خوردی عالیه. چون همون شکست‌ها درسایی هستن که تو قوی‌تر میکنن. هر کس به بازنده‌ای که جا میزنه احترام نمیذاره، ولی به کسی که بعد از شکست دوباره میشه همه میکنن. فایر. بگذارید یک مثال دیگه بزنم. جف بزوس وقتی آمازون رو شروع کرد، خیلی‌ها بهش خندیدن. گفتن کتاب فروشی اینترنتی؟ کی کتاب آنلاین میخره؟ اما فقط یک بار تصمیم گرفت ادامه بده. فقط یک بار تسلیم نشد. نتیجه امروزه یکی از ثروتمندترین و محترمترین افراد دنیاست. یا استیو جابز وقتی از اپل اخراج شد، همه فکر کردن تموم شد. ولی فقط یک بار دوباره بلند شد. برگشت، اپل رو دوباره ساخت و اسمش رو جاودانه کرد. نتیجه‌ای که باید بگیری اینه: احترام گرفتن یک هدیه نیست، یه انتخابه. تو هر لحظه انتخاب داری. مثل قبل ادامه بدی و نادیده گرفته بشی، یا فقط یک بار جرأت کنی متفاوت باشی. اگر میخوای زندگیت از همین امروز تغییر کنه، 3 کار رو همین الان انجام بده. همین ویدیو رو لایک کن، چون فقط یه کلیک نیست، یه چیزی به خودت که میخوای تغییر کنه. اگه از این ویدیو خوشت اومد، با سابسکرایب کردن به من انرژی بده. و حالا پیام پایانی من به تو ارزشمندی. حتی اگر خودت فراموش کرده باشی، حتی اگر بقیه بهت یادآوری نکردن، اما احترامی که کسی بهت نمیده، خودت باید به دستش بیاری. فقط یک بار. آره، فقط یک بار جرأت کن، مرز بگذار، عمل کن، ادامه بده. میبینی که دنیا بهت تعظیم میکنه. پس از همین الان بلند شو، شروع کن و نذار فردا هم مثل دیروز باشه. یادت باشه تو همونی هستی که خودت میخوای باشی.